Hello everyone. I want to explain you about something that I figured out recently. Everything is consciousness. فارسی میگن همه چی آگاهی کانشسنس، هوشیاریه. مثلا شما وقتی از خواب صبح بیدار میشید، اگر کانشستون به اندازه یک توپ تخم مرغی باشه، به اندازه این توپ تخم مرغی از خواب بیدار میشید. اگر از پنجره بیرون نگاه کنید، به اندازه توپ تخم مرغی از بیرون رو میبینید. اگر کتابی رو بخونید، به اندازه این توپ تخم مرغی از کتاب برداشت میکنید. ولی حالا اگر بیاین این کانشستتون رو ببرین بالا، به اندازه مثلا یه توپ بسکتبال بشه، صبح که از خواب بیدار میشید به اندازه توپ بسکتبال بیدار میشید. از پنجره بیرون نگاه میکنید، به اندازه توپ بسکتبال بیرون رو میبینید، میفهمید. به همین طریق کتاب میخونید، به اندازه توپ بسکتبال برداشت میکنید. خارج از خودمون رو گسترش بدیم و بهتر کنیم. به همین اندازه مهمه که زندگی داخل آینر ورلدمون رو بهتر کنیم. مثلا این کانشس لول کانشس خودمون رو اگه بالاتر ببریم، برداشتمون از دنیا خیلی عوض میشه. بیشتر میتونیم تجربه کنیم از زندگی. قربان شما.